آیا هر چیزی مخلوط میشه؟ خیر. میبینیم؟ نه. آقا من نمیفهمم این دوگ بودنه صنعت مخلوط کردن ایستا چیه؟ چی رو نمیفهمی؟ آقا چرا وقتی میری آب میوه‌ای فقط آب پرتقال میدن، آب انار میدن؟ چرا میکسای هیجان انگیزتری آدم مثلا نمیدن؟ چی بده دیگه؟ یا مثلا میری معجونی، خب چرا معجونای مقوی تر نمیده؟ همش چسبیدن به 4 تا چیز بیسیک. همه دوگ من توی چارچوب، فهمیدی؟ خب بچه‌ها همونجوری که می‌بینید این دستگاه مخلوط کنه ماست. ما امروز بذار بگم اولش با چی قرار شروع کنیم. چون این چند وقته من مریض بودم و دلم نمیخواد تو هیچ وقت مریض شی. میخوام برات می‌بینی؟ میخوام برات یه دونه ویتامین آب میوه درست کنم. خب چی برات؟ برای تو میخوام آب میوه درست کنم که تو دیگه آخه من که دیگه گرفتم. من که دیگه از ما که گذشت. الان فکر تو هم می‌بینی؟ فکر تو هم که تو الان یه آب میوه مشتی میخوام درست کنم. بیس آب میوه اون از چیه؟ میوه اول نارنگی. این مشکل ویتامینای بیرون چیه بچه‌ها؟ بفهم. بدون پوست میندازن میوه رو تو. ولی اصل ویتامین تو کجاست میاد؟ بچه‌ها کجاست؟ توی پوست. نه. تو پوسته. فکر نمی‌کنم. پوست میوه بیشترین حد چیزشو داره. بیشترین حد ویتامین رو داره. تلخ میشه. اصلا تلخ نمیشه. اونا همش اینا دوگی بودن ها. این دوگی بودنه. اینو قبلا امتحان کردی؟ نه ولی امروز قرار استفاده. بعد چیز دیگه که میگن روزی یه سیب بخوری دیگه اپل دی keeps the doctor away. نکن یه سیب. اپل دی. اصل ویتامین که میدونی. خب این الان اتفاقی نمیفته این تو. این فقط پت پت میزنه. کیوی واقعا میوه خوبه. چرا همیشه داری با پوست میندازی؟ این یکی چرا چسب داره روش؟ چسب روش مقویه چسب روش. اون الان هیچ اتفاقی نمیفته. برای اینکه خوش رنگ و خوش طعم‌تر شه چند تا گوجه گیلاسی. خدایی ویتامین سی داره. نه نداره. نه مرسی. نه من خوب. اگر که میل و در آخر برای قوی شدنت من قوی هستم نگران قوت من. فقط الان با این درشو نمیشه چیز کرد. من قوتو دارم. چی کار داری میکنی؟ بده من موزو چلوس موز کردی اون آخرش که تمام قراره اسموبی چه فرقی میکنه؟ اسمودیشه این چیش قراره اسمودیشه. یه ذره آب بب بریزی؟ یه ذره آب بب بریزی؟ روش به قرآن کثافت کاری میشه الان. چی میگی کثافت کاری میشه؟ تا حالا درست نکردی آب میوه بشه. تو درست کردی؟ نه آره. بر توه همه این میدونی که همه این کارا بر توه. اینقدر من آقا من نمیخوام. چه اتفاقی داره میفته؟ خب یه چیزی باید داشته باشیم. هلش بدی. چی کار داری میکنی؟ به قرآن بریزه من که آقا این فقط نارنگی ها رو گرفت. برو پایین. نارنگی ها رو فقط داره خورد میکنه. هیچ نشد نداره تو اینجا. هل بده یک رفت پایین. گوجه ها رو دارم میبینم. بسته بوی خوبی نمیده. من هنوز بوش نکردم. رنگش ولی قشنگ شده. رنگش قشنگ شد نه؟ میشه جوره. ببینم چه شکلی شده. آره فیلترش میکنم به به خیلی غلیظ‌تر هستش. غلیظ؟ نه اسموتیم. نه درش شل بود. این رو باید یه پتوی کوفته اونو میذاشتی میباد. چجوری خونه رو به دادی اینطوری؟ الان میبینی بوشون قد. خب هیچی نشد. همه چی تمیز، همه چی عالی. اصلا نگران چی نباشین. آقا ایمان چرا یه شکلیه؟ یه شکل خاصیه. برچسب داره این تو. خیلی حجم زیاده. اون برچسبه خیلی ناچیزه نسبت به حجم زیادی از میوه‌ای که توشه. برو. چیپس.
نوش جونه. انشالله که ویتامین شه. خیلی غلیظه. آره بجو یه قرابه کوچیک برو تو خدا. چه داری میجویی؟ چسبه بود؟ فکر کنم چسبه در اومد. ته موزیه. پالپه؟ چسبه دیوس. چسبه. یعنی بین این همه چیزی که میتونی بخوری همون چسبه رو خوردی؟ این چسبه رو خود دوش شده. نه خدا من نداشته. بین شانست بد بود. چه مزه‌ای بود؟ چه مزه‌ای بود جدای چسبش؟ ببین مزه‌ش خوبه واقعا ولی تکسچرش بده. مزه‌ش خوبه. تلخه؟ نه ولی اون حالتی که داره آدم باید بجوره. بخور میخوام ویتامین بگیری. سیب درسته است. سیب سیر درسته. نه بد مزه نیست. آیا میوه های مختلف با پوست اسموتی میشن؟ قبول کردیم ما هم گفتی آره میشه. نظرم میتونم عوض کنم. نه دیگه الان نظرم میخوام عوض کنم. حالا که ویتامین رو بدم پرروتر میشه. قوه بهت بدم الان. قوه. میخوام قوی شی. من قوی هستم. نه الان بعد از این ببین چی میشی. کوهو میری بالا دیگه. یه تنه مثل موشک میری بالا. خب اول از همه چی میخوام با شکلات برای شروع کنم. جوش نمیزنی؟ میدونم شکلات دوسته. کلاش قوه دار بابل و جوشه دیگه میدونی؟ یعنی جوش ها رو میاره با خودش. درسته. خب این شکلات مورد علاقت میدونم. نه. هیچ علاقه‌ای به نه قشنگه. رنگی میشه یا نه کلش قهوه‌ای میشه. درسته. مغز بادوم. یعنی اون اون بادوم اصلا آجیل منظورمه. آجیل‌های مختلفی تو هستا. نه اینا رو میزنن دیدی ویدیوهاشو تا حالا غلیظ میشه اینجوری میکنه نمیریزه. منم میخوام کارو کنم ببینم میشه یا نه. خب شیر میخوام یکم واسه بزنم ولی نکن میدونستم شیر گاو دوست نداری برای شیر آلموند گرفتم. حالشه ببر. من ممنونم ازت. این خوشمزه میشه. منم میخوام. رقیق میشه اگه خدا من میخوام امتحان کنم. آروم باش. بهش اضافه میکنم هی اگه دیدم که چیزه بهش اضافه میکنم. واقعا؟ آره بابا. بزن. خوبه؟ بهتره باز. پس شکلاتش بذار یه ذره بیشتر کنم بچه‌ها. نه؟ شکلات. چقدر شکلات زیادیه. مثل چیز میمونه این. فقط من یه جوری این کلش نمیشه انداختم تو که و یه ذره بشکنیمش. میتونی بشکنیش بکنی؟ چاقو دیگه. یه کلش بندازیم. دادش اون برم کل نورتمن رو بدارم با فکر کردم بپاشه. خب ایمان الان از بابت قوا خیلی خوبه. خب شکلات داره گرمیه بادوم داره میتونم بدارم. آره تاثیر داره پروتئینه. چرا دیگه چون که تاثیر پروتئینه. نه بپوزه. خب این از یه انتهای یه موجودی در اومده. چی کار داری میکنی؟ به نظر من این شکلات گنده رو مهارش کنیم یه جوری. مهار؟ آره بعد درش بیاریم یه جوری. من فکر کنم باید تو رو مهار کنیم. وایسا این تخم مرغ چجوری هنوز سالمه؟ تخم مرغ یه ذره قاچ خورده. جیلی بیا قاچاقو بگیر. الان دیگه تخم مرغ خدایی فکر کنم میشه. آره دارم فشارشو میبینم. به قول فرانسوی‌ها بون اپتیت. بکن ببینیم چه بویه. بوش خوبه. دروغ میگی بوی چی میده؟ بوش خوبه. یه بوی نمکی داره. تخم مرغ دیگه مثل آشپزی از کیک درست کنی کف میکنه. بزنی؟ میخوان شما؟ نه مرسی من خوبم. من قوه و همه چیم ردیفه. ممنونم. دوست داری ما؟ خوشمزه است.
پوست آهکی بودنشو فهمیدی؟ بله. آهکی بودنشو دیدی؟ پوستاشو میبینی بازی میکنی باشه یه بازی. آره یعنی اسموتی دیگه اینطوریه که وقتی میخوری تموم میشه، آب دهنت قورت میدی، این تازه شروع میشه. این تازه حتی تو گلوت هم احساسشو میکنی که میره مثلا یهو میچسبه به نای میشه. الان نای من یه ذره آهکی. یه پارتی اتفاق میفته تو دهنت، نه؟ همه دارن میدونی خیلی مال من از پارتی گذشته، مال من ریوه دیگه. کف پارتی. ببین مزهش تخم مرغ بودنش چیز نمیفهمی اصلا. تخم مرغ مزه‌ای نداره زیاد. خب مزهش زیاد نمیفهمی ولی احساسش میکنی. آره غلیظ بودنشو احساس کنی و آهکی بودنشو. ولی بعضیا دیدم تخم مرغ خام میخورن، من اصلا نمیتونم. البته با پوست هیچکس نمیخوره به جز ایمان. آیا معجون تخم مرغ با پوست اسموتی خوبی میشود؟ میشه. خب تو میگی میشود. بچه آیتم بعدی مختص میاد. میدونم خیلی خوشحال میشه. چی؟ پیشی گوگل میبینیش؟ اسمش از سوشی. کوراش نکن. سوشی ایمان اونا درار از اون تو. من اصلا نمیخوام این دست ایمان درار هیچیش نشد. سوخت. آی پاهاش نشد. چرا اینجوریش داری میکنی؟ سوشی بمیر روشنش کن. من سوشی نمیخوام. بده من میخوام نگهش دارم. نه خب بس سوشی بپیچونی. ببین سوشی جان پاشون مثل این که پیچیدگی پیدا کرده. بابا بدبخت ببینش چه گناه. سوشی ناراحته. معلومه که ناراحته. پاشو چرخ. آی پا نداره سوشی. میا پیشی کار کرده بود. من سوال عجیب بپرسم، صورتش چی میشه اگه بکنیم اون تو؟ ایمان بابا نکن. روشنش کن. خیلی بده نکن. نمیشه سوشی مخلوط نمیشه. ببینم قیافش ببینم. من نبودم خدا. بقیه سوشی هم میخوای؟ گفت یه ذره دیگه هم این تو تموم ده. آیا عروسک گربه مخلوط میشه؟ نمیشه. واقعاتی که از اتاق می آوردن بیبی یوداست که دشمن خونی ماست. خب؟ نکن. میریزه دارش میریزه از بیبی یودا. داره از بیبی یودا میریزه. این چی شد در آوردی؟ بچه هاشن. بذار من یه انگوش به بیبی یودا بکنم. بچه ها میا که نذاش ما عشق حالمون رو کنیم و بهتون نشونه که بیبی یودا رو میشه باش کشونه. البته زخمیش کردیم. خیلی دوستتون دارم. کامنت های برتر بریزیم تو بزنیم تو بزن. خیلی دوستتون بچه ها.